درست است که تاریخ گذشته را انعکاس میکند، گذشته که ما از آن برداشت خوب میگیریم و این صحیفه های تاریخ را زمان برای ما شخصیت های نجیب و دانشمند خواندند و ایجاد کردند تا محصول کارشان همیشه ورد زبان ها گردیده نامشان نیز جاودانه باشد. و مثل فیلم معروفی که ما امروز در برنامه نقش انتخاب کردیم، مرد متعلق دو زن. هرچند سالها گذشته است اما هنوز هم این فیلم در سینما موقع خاصه دارد، زیرا هم مؤلف و کارگردان هم هنرمندان و تهیه‌گران برای در سطح بلند تهیه شدن فیلم مذکور نقش مؤثر گذاشتند و از میان همین اهل ایجاد ما امروز در برنامه خویش البته روزنامه‌نگار، فیلمنامه‌نویس، عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان، خصوصا مؤلف فیلم مرد متعلق دو زن شیرک آریان یعنی عبدالرفیع ربیع‌زاده را در برنامه خویش دعوت کردیم. خوش آمدید. خب بیایید شروع میکنیم از نوشته های شما، زیرا ایجادیات شما فراگیر موضوع های مختلف است و اکثر آنها در فیلم ها نیز استفاده می شود. یعنی مؤلف زیاده از 40 فیلم هنری بوده، بیشتر آنها در مملکت های گوناگون نمایش داده شده است و البته صاحب جایزه های بانفوذ، جایزه های بین الخلقی نیز گردیده اید با محصول ایجادی خود. از این بر می آید که نوشته های شما به زبان های گوناگون دنیا ترجمه و نشر گردیده است. سراول بیایید از مرد متعلق دو زن حرف میزنیم، زیرا تهیه سیناریا یا خود اثر نیز در فیلم نقش محوری دارد. این فیلم بسیار فیلم خلقی شد. فیلم ها بودن بسیار درباره زن، تقدیر من، لیکن فیلم خلقی شد و در همه جا درباره همین فیلم کمی، حتی که نمیدونن که من مؤلفشم. زنها ازیاد میتونن گفته های او زنها رو. از همین جهت این فیلم برای من هم عزیز است، برای که خلق او رو عزیز انتخاب کرد. و 35 سال پیش این فیلم در همین شب و روزها پیشکشی، بار اول پیشکشی تماشابین شد در اینجا و در مسکو و در تمام شوروی و افیشه های عظیم پیش کینوتئاترها آویزان بود که از اون یک پروژه هم افیشه در این کتاب آمده است در اینجا، یعنی تصویر اعلام بر این. و این فیلم من خودم هنوز باور نمی کردم که چنین نوآور میشد، برای اون که او سرگذشتی مردم تاجیک بود، لیکن سرگذشت همه مردمان دنیا با همدیگر شباهت داشتن، خصوصا انسان‌های فرد. فیلم مذکور در چین صاحب جایزه گردید، در فرانسه صاحب جایزه گردید و نهایت در روسیه. در الماتا هم مثلا صاحب جایزه شده بود و خود قهرمان هم چند جای دیگر با 3 قهرمان اساسی اونم صاحب جایزه شده. یاردم شما لازم شد. با چه خیلی یاردم؟ سیمچو را برداشتن لازم بدهید. اکو فهمیدی؟ و دخترکو سیمچو برداری نمیرسید. بیچاره حکی دخترو. مردان نرسن دیگه کیا را روان کنم؟ خلاصه گفت رسول شما را انتظار ای پیش قبرستان ده. فهمیدی؟ پیش قبرستان ده. پیش قبرستان ده؟ ها. برای ملاقات بسیار جای خوب انتخاب کرده و رسول شما. بفهمم چی لاج؟ همچون نویسنده سرمحصول و مؤلف فیلم مرد متعلق دو زن میگفتید که هنرمندان تا کجا توانستند که نقش قهرمانانی اثر را در سطح کسبی برای بیننده پیشکش نمایند و در این برابر باز بگوید که کدامی از صحنه ها و یا گفتگوی هنرمندان در فیلم از سیناریا بیرون نوار برداری شده است. این فیلم اصلا در مسکو ایجاد شد، کار کرسی من بود، کار اولینم درباره یک ساختمان بود، هرچند با بهای اعلی موندن، لیکن رهبری من در جهان مشهور است با فیلم های بلند سلطنت، یعنی دوستان افسر سلطنت، دوستان سرباز و بلیسون پوستین، یعنی آفتابی تصفانی بیابان که خیلی فیلم های مشهور جهانی هستند. انتخاب هنرمندو چند بار گفت‌های ما با تهیه‌گر گریخت. گفتم نه، ما باید همون نقشه یابیم، همون ابراز، همون قیافه یابیم که او قیافه به همون سرگذشت موافق باشه. مثلا گل بگیم قیافش آرام زنش، با تمکین، با حکمت و ما پیدا کنیم
از فیلارمونیا. آن ابراز دیگری که محبوبش است او رو ما خیلی جستجو کردیم، بعد یافتیم رانو زوکری و این از اولاد همون بوتر زوکرفای مشهور است. بعد این هم آوردیم. من امنا چون درباره این ذکر کردم وقتی که او بازی کرد فیلم ها بیشترش رو در دنقره نورک و بیشترش رو در گوسفنده که فیض‌آباد همجا گرفتیم. در تخت شد ساعت 11 شب من هم آمدگی خسته موندم، من خوشم نمیاد در کشم شدم حیران. گفت اگه خودت گفت چیته استاد من یک کار می‌کنم. چی گفت؟ اگه 16 شب من دارم. خوب بعد گفت که من تو میگم. گفت من گفت 18 فیلم بازی کردم. در اونجا حس میکنم که او ساخته است که میشه. من در اینجا خودم حس کردم در پروی اما قهرمان مرد که شوکت بازی میکنه رسول من خودم این زن حس میکردم. گفتم میشه راست میزنه برای که سر و پا حقانی آفریده شده است. انتظارش عقبش نگاه کردن من مانند اینا همین من خودم بار اول در اینجا فقط ارتیست کنی هنرپیشه من زنش کردم و در فیلم بیشتر گمان میکنم برای اون بازی اکتور و دیگر مخصوص شد که خود فیلم برای اون نوشته شده بود که همین این سرگذشت زندگی لیکن یک جهت نغزی داره مردای کمبودی کی نداره همه داره اونا تو هم دوغ داره فراموش نکن که زن و بچه هم داره خیلی چی پهلوان هایی همه صحنه‌هایی که در اینجا بودن یگان تش بازنویس نشدن. لکه مسکو با کار کرسی من بود و بسیار کسا فرید ساچنکو و یوژوف دیگر گفتن باری اول ملودراما نه بی‌توای دراما درامای زندگی درامای روزگار یگان چیز وای نشون که بعد جوش وابسته به نرسیدن وقت کوتاه کردیم. اونجایی که شوکت یعنی قهرمان فیلم او رفته تا پخت زواد کار میکنه همه جاش دریدگی لیکن او با زنش که از او رفته بود اول آخر مبلغش هم میفرستم هرچند که زنهای بسیاری با وی نگاه میکنن لیکن هم خیلی یعنی در همونش ما وارد کردن تونستیم فقط اونجا که پسرش میرد و از همون خوابگوی پخت زواد و هم میامد او گشته میاد در فیلم انسان نه به اون چه بد نکرد نه محبوبش نه زنش نه خودی رسول قهرمان اساسی قهرمان اساسی در پهلوی زنها پخته میشه او معنی زندگی بیشتر میفهمد خصوصا وقتی که زنش همه جا معشوقش تولد میکنه افراد میکنه همه جا میبرش که قبول نمیکنه زنش قبول میکنه او مرده سوده شیر خودش میتیه میگه که بچه تو میگم که تو رفت دارم میپوشه او بعد این انسان دیگه میشه او وقتی که اونجا میرد با وظیفت آخر نشه برای برمی که مکتوب نویسد که من در حقی من هرچی گوی میشه یک من برای بچه افتاده برای تو فرستاده. در فیلم مرد متعلق دو زن واقعا درست قید کردید هنرمندان با یک لهجه خیلی زیبا لهجه شیرین لهجه‌ای که ما بیشتر در محیط ده میشنویم نقش آفری کردن خصوصا مثلا لحظه هایی که تاج‌نیسا سعید و هنرنمایی کرده است بیشتر در فیلم دقت جلب کننده است زیرا سخنها خیلی ساده و عام‌فهم صدا می‌دهند. آیا هنگام نواربرداری این لحظه ها مثلا مشکلی پیش می اومد یا نه؟ اگر ها بیشتر از کدوم جهت؟ بله بسیار سوال خوب دارید. فیلم یک خصوصیتی دارد در این فیلم ناوران نیست. اونا سرگذشت خودشون با اثر می‌گذرونن. اونا در این فیلم اگر نگاه کنید اثر تا آخرش فاجعه با خنده آمیخته است. بله بله. با امید آمیخته است. مثلا او تاج‌نیسا همراه
شوهرش کو بسیار برنوازی خوب بود بازی میکردن اونا همسوان نکه اون فیلم با یک نورکی نو میبخشن توجیسو و شوهرش با یک شوخی اشون یک شوخی ملی یک شوخی گویا بوقر میکنن یک اونو ادیکارشون چیزون نمیشه اونا ادیکارشون گویا چشم میدن ندارن یکی با ادیکار یک کار میکنه ساخته میبیاد پلیتکا و نمیبرد میگه رو و مانندینو با یک جای میشن تمام روزگار خانه را در گردن خودش گرفته بود اکنون نغمه‌هاش دیگه شده ای صبره او صبره هاوا ای صبره او صبره ها پیشتر میترسیدم که در جنگ میره نابود میشه حالی که باشه فهمیدم که نه در جنگ در کاری و نه در خانه کجا میره بزکشی؟ تا اول در بالای زینی اسب سوار شده بتال بزکش توبه بزکش به دسته هنگام نواربرداری فیلم مذکور از ابتدا تا انتها همچون مؤلف اشتراک داشته؟ نگوی درست کپو که بله و همه فیلم هم با گوش میکنم اشتراک با اون پیشو فهمونم که چی هست برای چی این خیل میکرد هم وقت قیافش باید چی خیل شود همین حالت به خودت نبودی چی خیل میشه هم برای رئیسور که مددکاری کردن هم که راست شدن من دو بار مروارید قدسی و از صحنه نوارگری رون سببش چی بود؟ این جای اونجا شکستن خواستم من اثبات کردم که این آخرش به راست نمیاد گفتم مثل فیلم‌های دیگر ساخته میشه نه که بعد یک روز دیگر از هم در گوسپندک بار دیگر از نورک خود بعد بچه شام اومدن ساعت 9-10 از شام اومدن بعضی ورانتو 2-3-4 پا میفتیم همونجا ماشین توجیشون خیلی آمدن مرا گفته بود گفت بهتون نمیشه توی حیات خوبتر میدونی بله انتخاب موضع و یا محیط دهان نیز یک جزء موفقیت فیلم است درست اما در این برابر نقش قهرمان ها نیز خاصه است از جمله نقش رسول خیری و زینب سه قهرمانی که ساخت فیلم رو پوره می سازند مثلا هرچند فیلم است اما بازکننده قصه واقعی است بازکننده موضوع روز است حتی ببینید که تحمل کردن این صحنه ها برای خود زینب همچون زن خیلی سخت است در اینجا بیشتر کی را گناهکار می حسابید کی اشتباه کرده است اصلا رسول و یا خیری فیلم از بزرگی های زن حکایت میکنه از صبر زن حکایت میکنه از اون که در همه حالتی یأس و ناامیدی او زن میمونه در اون حالت هایی که مرد باید شکست میخورد او شکست نمیخوره و هرچند که ما بگیم جنسی ضعیف میگیم او اصلا جنسی بسیار قوی صبور با حکمت نسبت به مرد دوراندیشتر اونا زندگی باز میکردن
و هر شیشه فهمیدن ممکن است رسول همچون مرد و همچون خیر همچون بانوی خاندان که وای گل بگیم بسیار زیبا آفریده زنی تازه پوکیزه با قیافه‌شون همون کسی دیگری که میدوند که میمونه هرچند که هر روز کار میرد و میکنه لیکن او هم از جهت خودش حق است. همچون مؤلف کینو میگفتید که محض قصه این فیلم رو شما از حیات واقعی روی کاغذ آوردید و یا از تخیلات خود. در این راستا باز بگویید که مثلا کدام از این صحنه ها بیشتر برای شما پسند بود؟ من هنوز دانشجو بودم نمیدونستم که نویسنده میشم. وقتی که اون سالو یک دانشجو به ناحیه برمیگشت یک کسی گویا مهم اومده باشد تمام گذر روزانه که مرد که خبرگیری می اومدن. وقتی که من رفتم اپام همراه شوهرشون اومدن اپا میرین میشو همونا به شما بودن نگاه کنم و یا بین خود صحبت کردش کنم و یکش گفت که و گفت اما زن دارد بابا در سر معشوقه داشته در یک روز هر دو زنش تولد کرده است و او معشوقش مرده است و همه جا برده است قبول نکرده است همون آورده از این زنش به قریب میموند شیری همون از زنده میکنه و گفته است که من چرا میگنم خودت داره میپوشه در خودت جوابی در مغز سر من میگشت من نمیدونستم اون وقت نیست وقتی من میگشت من بی‌طرف نموند برای کاغذ آوردید این برای کاغذ آوردم من ببینید که فیلم شد. یا خدای بچم قریب دل ما کفانده بودی آدمی خانه اوتاد منطور بس نیست که بود تو به همین هم که بعدی صابیر منطور برخ زده کشتنش دل ما اوتاد خواتیره بفرو بچم بفرو. همون طوری که گفتیم هرچند سالها گذشته است اما در سینما یک جلوه تازه کسب کرد زیرا خود فیلم یعنی ساخت فیلم خیلی روان و مشخص برای بیننده پیشکش گردیده است همچون مثلا بیننده هر بار که خود شما فیلم رو به ذوق تماشا میکنید عموما چه احساس شما رو فرا میگیرد و صفت کار رو چگونه بها میدهید؟ سری اسرار ایجاد همین است که در قبطش با بعضی چیزا هست که بعد آدم درک میکنه یعنی بعد گذشته سالها من میگم که هرچند آسان نبود پم شدنش رقیبا بودن آسان نبود نوار گرفتنش آسان نبود فیلم شدنش و مانند اینو لیکن حیات همون روزه زنها رو خیلی ماهرانه تصویر کرده اگر ما تصویر نمیکنیم همین فیلم هم نمیبود کدوم فیلم هست که در اون حیات زنها ریالی اساسی پر زندگی باید باشه. اینجا از صحنه ها گفتیم از آن گفتیم که هنرمندان تا چه اندازه نقش آفریده توانستند خلاص در نقش مردم دهه ما هم کمبودی و هم سادگی و دلصافی مردم دهه را دیده می توانیم همچون مؤلف از کار کارگردان تا چه اندازه قناعتمند هستید و عموما کارگردان تا کجا توانستند که گفته های مؤلف را نقطه به نقطه در فیلم مذکور جای دهند زیرا میگویند جایی که کار است کمبودی نیز هست. بله مروارید او زن بود او خونی اجدادی داشت ما چند تا کوپرک انتخاب کردیم برای دو قهرمان رو پرمه یکیش دوست تیز کرمدگی دیگرش دوست تیز کنی کرمده اون چرخچی
گویا که اوزی میزند خصوصا اون ماموش با شکمی وای میزنه که در اون رو فرزندی محبوبای وای شاورش هست میزند یکی باید دوست گشته خفا میکنه بیگذر در نهادشان فریاد خاموشی است. بیگذر میکنه در اون بیگذر هم نفرت است هم چی است هم گذشت است. بعد دو طرف دو کس که میروند دو طرف کوپر که دروز مثل روی دروز است که پر از خطر است بالای درو جوش دارد. کوپر مایده است راه مایده است لیکن هرچیش سلامت. برای من همچون تماشابین از همه صحنه محزون کننده یا خود دلریش کننده آنجایی است که خیره سر فرزند می رود و از شهد زندگی بی‌نصیب می ماند. این منظره خیلی طبیعی برآمده است. شما چی فکر دارید؟ من همیشه می ترسیدم که امینه قبول ممکن نشود. لیکن چون شد که همون کس قبول کردم خصوصا اونجا یک نقشی هست مشوق خوشی هم بازی میکنم بهت خولا هم دویایی هم باش میگد که پیشتر است پیشه که مایم میکنم و همه اون حالت در حزنی همون کمپیری که روی عربه خمزدگی یا پیش بیمارخانه با 6 است پیش بیمارخانه با 6 تا روی خوب روی بیخ دیوال با 6 تا و همون قوت میبخشد که اون حالت رو همچون رویدادی مقرر زندگی قبول کنم. مزد نباشه برای کمتر دم بگی. راستی گپ بخیر دستی کاری لازم است. یکی کسل کار کردن نشه و برا دم بگی من خودم میدروم. یعنی در فیلم یک نقش دیگر پورا میکنه. نقش خیلی زن نقش محبوبه شد همچون زن باید میکنه. نقش زینب نقش زینب محبتی خیلی محبت زنی قهرمانه پر جلوتر میکنه. در مقابلت پر جلوتر میکنه و من در اون گمان هستم که در زندگی ملتی ما همین خیلی موضوعهای لک هستن که اونا خیلی عادی میتونن که عادی روزمره که هر جا بشونش ممکن لیکن از با فیلم‌های آفریدن ممکن است که فیلم‌های پر از زندگی پر از معنی پر از حکمت ساده ولی دونش به حکمت طور آفریدن ممکن است. خیلی که من مرد با دو زن 35 سال پیش آفریده شد امروز حرف میزنیم درباره این فیلم مردم حرف زنن دوست دارن یاد بیارن و یاد آوردن محزون نشن دلشون گشوده شود و زخم بیاد یک مهرکی یک توبیش نو یک روشنایی یک حکمتی عادی ولی ضرور زندگی در روشون راه یابد. برای خود اجرا کنندگان این صحنه ها چگونه بود به فکر شما؟ آسان میپذیرفتند و یا نه؟ همیشه چیزی عادی چیزی زمینه آفریدن دشوارتر است. گاه میکنم برای هر سیاشون دشوار بود حتی بعد کار من این خونشان میدن اون خونشان یا وقتی که آماده کردن در آفرا زنو بای میکنن شوخی ها میکنن و برگرد یک دسته میدرمانه ایدونو کنار ایستاده همیشه در فکر اون بودم ارتیستای دیگری که در درون نبودم همیشه نزدیک شده گفت قشلاق هم میخواد چیکار میکنه اونا از جهت پسیکولوژی از جهت روحانی آماده میکنن خودشون در همون نقش در همون زن دهات یهودا نگفتن که غبار آدم میگیرن گپ زن چی شد؟ بس سری کار برآمده نمیتونم بروی زن کام نگاه کده نمیتونم تمام قشلاق میدونه رسول مرزد دخترم آدمی در عمری کوتاه خود چی کارا نمیبینه ای سر و چی واقعه ها نمیگذاره نقص دل تبرک شدی آرام شد. از نگاه شما همچون مؤلف کدام جهت فیلم را مشهور کرده است و من کدام جهت فیلم را موفق می حسابید؟ انتخاب موضوع سر و لباس نقش هنرمندان و یا موضوع همه چیز با هم میاد که
فیلم شد و مقصد ما همین بود که فیلم زندگی یک نام دیگری که ما انتخاب کردیم نام زندگی بود. لیکن با خود ما ایست کردیم که مرد با دو زن این موضوع بیشتر می‌خوندن. چطور است چطور نیست برای من که آفریده این فیلم بودم آفرید و این زندگی رو ما آیا تونستیم آفریده یا نتونستیم. البته این قضاوتی تماشابین بود که سالها بها داد و آینده هم تماشا میکنه باز بهای خودش رو میده. برای صحبت امروزه سپاس میگویم به شما که اطراف مثلا ایجادیات خود اطراف نقش هنرمندان از فیلم مرد متعلق دو زن کمی هم باشه برای ما روشنی انداختید و مطمئنم که باز اثرهای زیاده اثرهای پرمضمون در عالم سینما پیشنهاد میکنید و ما از اون غذای معنوی میگیریم. اینجا برنامه نقش انجام می‌یابد. خیر عزیزان. نام دختر اوتام چی؟ همه کودکان نام دارن کو؟ نشانه نشانه خیری اصلش ما باید نامی خیری را ای دیوار میتروشتم. نیک قسمتی ما پیوسته بوده.